بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعده. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه و هو اصدق القائلین. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلح خیر. به اجازه جناب بالاکرزی صاحب و عباسی صاحب، معین صاحبای وزارت دولت در امور صلح، وکلای معزز پارلمان خانم شاگل رضایی و دکتر صاحب انارکلی هنریار، جناب زیا صاحب رئیس انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا در افغانستان، خانم ناجیه انوری رئیس عمومی ارتباطات استراتژیک وزارت دولت در امور صلح، دوست عزیز ما جناب شاپور صاحب معین امور جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ، بانو عایشه خرم نماینده جوانان افغانستان در ملل متحد، رؤسای محترم وزارت دولت در امور صلح، هیئت علمی و رهبری دانشگاه رنا، جوانان عزیز، همکاران که از نهادهای مدنی تشریف آوردند، جناب رسولی صاحب از میدیوتیک و همکارانشان، خواهران و برادران که از ولایت تشریف آوردند، رسانه‌های عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح شما بخیر. اجازه بدین که به نمایندگی از هیئت رهبری و علمی پانتون رنا کانون دانش و تخصص حضور سبز شما سروران گرامی را در نشست صلح جوانان خوش آمدید بگویم. امور رقمی که جناب انوری صاحب و معین صاحب فرمودن، دولت افغانستان در مجموع تلاش برای صلح پایدار و اقدامات جدی را آغاز کرده و پانتون رنا من حیث یک کانون که تولید دانش و تخصص میکنه، نسل جوان پرورش میده، خود مکلف دانست که تنها منحصر به تدریس و تحقیق نباشه و در پروسه کلان ملی و سرنوشت ساز هم سهم به سزای داشته باشه. جا داره که از کار مشترک یک ماهی که جناب ایدری صاحب، جناب عاظم صاحب و همکاران عزیز ما برای برگزاری چنین نشست که جوانان از 22 ولایت و از خود پایتخت افغانستان دور یک چتر جمع میشن و در رابطه با بحث بسیار حیاتی و سرنوشت ساز که صلح صحبت میکنن، اظهار سپاس و قدردانی داشته باشیم. وزارت دولت در امور صلح که چند ماهی از تأسیسش میگذره، خوشبختانه تانسته که گام‌های بسیار متین و استوار را در راستای تأمین صلح پایدار و تحقق صلح پایدار در افغانستان برداره. ما بارها گفتیم اگر اقداماتی که امروزه در راستای سهم دادن نهادهای مدنی، نهادهای اکادمیک و دانشگاهی، نقش و جوانان عزیز و نقش دادن برای اقشار مختلف از 10 سال گذشته صورت می گرفت و چنین فضا و جوی را که امروز ایجاد شده قبل بر این ایجاد می شد و بیشتر از این که سر ابعاد سیاسی صلح و ابعاد استخباراتی صلح صحبت شود و برنامه گرفته شود، سر صلح اجتماعی بحث و تاکید می شد، نقش نهادهای مدنی و نهادهای دانشگاهی به بررسی گرفته می شد. ما امروزه شاید بیشتر از این بر رسیدن به صلح می بودیم، اما هنوز هم دیر نیست. خوب است که وزارت محترم دولت در امور صلح پیش قدم شدن و در راستای نقش جوانان و نهادهای مدنی و همچنان قشر منور جامعه، متخصصین و جوانان هم اقدام کردن که خالی از خیر و مفاد نیست. به همین گونه مثل که ما پیشتر اشاره کردم، پانتون رنا هم خود مکلف دانست که در یکی از حیاتی ترین مسائل مبرم زندگی مردم افغانستان که خواست تمام اقشار جامعه است که صلح دائمی است، تحقق صلح دائمی است، در کنار ازی که در خدمت 6000 دانشجو در 4 رشته است و نزدیک به 400 کادر علمی و اداری در این کانون مصدر خدمت هستند، در راستای تحقق صلح و ویژه صلح اجتماعی هم نقش و مسئولیت را ادا بکنند که ما امروز شاهد برگزاری این نشست هستیم. قبل بر این ما هم
خوشبختانه تانستیم که ژورنالیسم صلح و مضمون صلح و حل منازعات شامل کریکولم 15 حقوق علوم سیاسی و ژورنالیسم خود کنیم و همچنان تحقیقات پایه‌ای و اساسی از آدرس مرکز تحقیقات علمی و پژوهشی دانشگاه رنا هم صورت گرفته. در تفاهمی که با رهبری وزارت محترم دولت در امور صلح داشتیم، ما از این به بعد میتونیم که پایان نامه ها و بعض تحقیقات دیگر توسط محصلین خود هم در حوزه صلح و حل منازعات داشته باشیم. شما نیک میدانید که بالاتر از 60% نفوس افغانستان جوانان تشکیل میده و یک ساحه اصلی در پالیسی ملی جوانان هم بحث جوانان و صلح است. جوانانی که این نفوس کلان این سرزمین تشکیل میتن، الحمدلله متخصصین جوان هم زیاد است، انرژی و دغدغه هم دارن، احساس مسئولیت هم دارن. بنابراین با نقش دادن با این قشر به کلانترین و ملیترین مسئله که مسئله صلح است، ما میتونیم به اهداف عالی انشالله برسیم. نشست امروز که 200 تن از جوانان عزیز، جوانان تحصیل کرده و صاحب درک از 22 ولایت و مرکز گرد هم جمع شدند و در 7 گروه کاری در رابطه به مسئله صلح و 2-3 سوالی که قبلا مطرح شد به بحث گرفته میشه. باورمند به این هستیم که نظریات، پیشنهادها و طرحهای از اینا جمع‌بندی میشه و در آخر نشست امروز بعد از اینکه به بررسی گرفته شد رسما به وزارت محترم دولت در امور صلح و سایر نهادهای ملی و بین المللی سپرده میشه تا برای تدوین پالیسی ها و راهبردهای و استراتژی های کلان دولت بر رسیدن به صلح پایدار از او استفاده صورت بگیرند. گرچند عوامل مختلف بر رسیدن به صلح وجود دارد و یا تداوم جنگ هم عوامل دارد، عوامل سیاسی، عوامل استخباراتی، عوامل مثل که موین صاحب گفتن منطقه‌ای و بین المللی، عوامل اقتصادی. اما در این بحث و در این نشست ما زیادتر سر صلح اجتماعی که یک پدیده متاسفانه کم فراموش شده است به بحث میپردازیم. و می خاطر است که نهادهای اکادمیک، دانشگاه و یا پانتونها میتونن در واقع مهره های اصلی ایجاد و گسترش مسئله صلح اجتماعی باشند، چرا که قشر جوان، قشر منور و تحصیل کرده در همین نهادها حضور دارند. دانشگاه ها نقش اساسیشان تدریس و ارائه طرح‌های تخصصی برای دولت مردا و برای سازمان های حکومتی می باشه و همچنان یک مسئولیت دیگه شان و یک کار دیگه شان توانمندسازی نقش افراد جامعه در کشور می باشه. به این اساس ما وقتی که محوریت بحث پانتون ها و دانشگاه قرار بدیم، 3 تا محور میتونه به صورت کلی مطرح شود که از طریق پانتون ها میشه انجاممند ساخته شود. صلح، عدالت و حقوق بشر است که خوشبختانه پانتون های افغانستان چه دولتی بوده چه خصوصی بوده در این راستا تلاش های همه‌جانبه کردن و مفید هم تمام شده. بحث دیگه و مسئولیت دیگه یا نقش دیگه پانتون ها روشنگری است و ای که نسل جوان افغانستان در کنار از این که تدریس میکنند و ظرفیت سازی میکنند، طرف روشنایی و روشنگری هم سوق بتن. چرا جنگ پیدا میشه؟ به خاطر که نهادهای مسئول که نهادهای اکادمیک است در حاشیه کشانده شدند و از طرحها و از افکارشان و اندیشهایی که در این نهادهای دانشگاهی به بحث گرفته میشه کمتر استفاده شده. یک شعر از مولانا خدمت شما میخوانم که خیلی زیبا گفته: در کف هر کس اگر شمع بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. این پانتون ها هستند که با روشنگری در کف هر کس، هر شهروند و هر که اختلاف نظر داره یک شمع را قرار میده و وقتی که این شمع ها با هم یک جا شوند، یک روشنی که روشنی صلح می باشه، روشنی عدالت می باشه،
و روشنی احترام متقابل به یکدیگر می باشه و وجود می و جامعه طرف صلح و صلح دائمی و واقعی میره. و این پانتون ها و دانشگاه هستند که تبعیض رنگ و جنسیت و سایر مسائل زبانی و قومی اینا را خط بطلان سرش میکشه و افراد جامعه را و شهروندان یک کشور را به بیرنگی که هدف مولانا در اینجا از بیرنگی امو احترام متقابل است و رسیدن به یک صلح دائمی است میکشاند. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسیقی با موسیقی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارند آشتی. وقتی که نقش دانشگاه ها و پانتون ها واقعا آنچنانه که باید به او پرداخته شود بهش ارج گذاشته شود، یقینا که موسی و فرعون هم میتونه با هم آشتی بکنن. چرا که اونجا بحث رنگ و تبعیض و تعصب کنار زده میشه و مسائل بیرنگی که اصول کل است و باور حضرت مولانا به او میرسیم. هر چقدر که در رابطه با نقش پانتون ها و نهادهای اکادمیک صورت بگیره خیلی کم است و ما نمیخوایم که وقت کارهای گروپی را و از سایر سخنرانای عزیز بگیرم. به نکات بسیار کوتاه اشاره میکنم و او نقش اجتماعی پانتون ها است. پانتون ها در ساختار که برشان تعریف شده در مسئولیت اجتماعی اینا هنجارسازی میکنن و هنجارها را گسترش میدن. فرمول ها، قوانین و قواعد و هنجار برای جامعه تعیین میکنن و جامعه را هنجارمند میسازن و این هنجارها را گسترش میدن. یاد میتن که ما در کنار هم چگونه زندگی بکنیم. یک چیز را که ما به عنوان شهروندا به او زیاد مسئولانه برخورد نکردیم این است که متاسفانه تا هنوز با خود آشتی نکردیم و با امنه و خود آشتی نکردیم و این پانتون ها است و نهادهای دانشگاهی است که برای ما یاد میتن که ما چگونه مسئولانه در کنار همدیگر زندگی بکنیم. مهارت های لازم همدیگر پذیری را برای ما یاد میتن. در یک صنفی که 50 نفر 60 نفر است، اونجا خارو برادرها اونجا از ولایات مختلف با اندیش‌های مختلف کنار هم میشنن و همدیگر پذیری را میآموزند. نظار چگونه مدیریت بکنیم و چگونه تیم ورک کار بکنیم. با کثرت‌گرایی و احترام به کثرت‌گرایی ما را آموزش میدن. و دو تا متغیر اصلی هم در پانتون ها شکل میگیره و او عبارت از جوانا هستند که قشر کلان این سرزمین تشکیل میتن و تدریس و تحقیق و دانش و تخصص است که در این نهادها صورت میگیره و اعتماد سازی را بین اقشار مختلف جامعه با وجود میاره. بنابراین من صحبت خود خلاصه میکنم که یادداشتم آمد و وقت دیگه دوستا را نگیریم. ما متعهد به این هستیم که در کنار تدریس و تحقیق و در کنار از که در راستای تولید دانش و تخصص سهم فعال میگیریم و مسئولانه کار میکنیم، در راستای مسائل کلان ملی مثل پروسه صلح هم کنار نهادهای مختلف دولتی و مسئولین محترم استاد میشیم و برای بسیج همگانی قشر جوان افغانستان و 6000 دانشجویی که همراه ما هستند و کادر علمی که همراه ما هستند در بسیج از اینا و رسیدن به صلح پایدار کنار هم استاد میشیم و این تعهد ما انشاءالله پابرجا است. جا داره که از همکاری همه عزیزا سپاسگزاری بکنم و در آخر دو فرد از یک شعر بسیار بلند از شاعر مطرح معاصر افغانستان کاظم کاظمی را خدمت شما میخوانم و صحبت خود ختم میکنم. عیسی بدین خیش، موسی بدین خیش، ماییم و صلح کل در سرزمین خیش، همسایه های خوب قربان دستانتان، ما را رها کنید با مهر و کین خیش. و السلام علیکم و رحمت الله.